زن آدم هم از وجود خود آدم آفریده شده، از پهلوی آدم آفریده شده. خب تو رو خدا، شماهایی که میگید زن شیطانه، زن بیعقله، زن زشته، زن پسته، زن بده، به کی توهین میکنید؟ خودتان فکر کنید. اگر این زن بیعقله، زن زشته، زن بده، زن پسته، که تو مرد به مراتب بدتر و پستر هستی. چرا؟ چون همین زن از وجود تو مرد آفریده شده، تو اصل هستی. خب اگر این بد باشه تو که بدتر هستی دیگه، چون تو منشأ و مرجع خلقتی نمی زن هستی. پس یک دفعه به خودت نگاه بکن، تو بد هستی؟ وقتی به خودت خوب میگی به اینم خوب بگو، به خودت حرمت قائل میشی به اینم حرمت قائل بشو، به خودت کرامت میدی به اینم کرامت بدی. مرد عبادت میکنه، زنم عبادت میکنه، ایمانش قابل قبول خداست، ایمان زنم قابل قبول خداست، عمل صالح زن قابل قبول الله است، از مردم قابل. پس اختلاف سرشی. بیاید اینجا ببینید که می تقصیر حق میندازن گردن زنای بیچاره. میگه که نمی زن بود که نمی آدم از بهشت بیرون کرد. خبرداری؟ این زن میگه چنان بد است که بابای ما آدم میگه از بهشت بیرون. ببینید قرآن چی میگه. ببینید دقت کنید چقدر قرآن دقیقه. قلنا، الله میگه ما گفتیم برای کی؟ برای آدم. یا آدم، ای آدم، انت خودت و زوجک همسرت، هر دو با همن، الجنه اسکن انت و زوجک الجنه، خودت و همسرت وارد این بهشت شوید، این بهشت برای شماست. خب بعد چیکار کنید؟ و کلا، هر دوی شما، کلا تصنیه، هر دوی شما بخورید. از چی؟ از همین منها رغدن، از همین نعمتهای بهشت. شئتما، هر چی میخواهید، هر جا میروید، هر چقدر سیر و سیاحت میکنید، در همین بهشت برای شماست. ولا تقربا، هر دوی شما نزدیک نشوید، هذه الشجره، به نمی درخت. چرا؟ فتکونا من الظالمین، هر دوی شما از جمله ظالمین قرار میگیرید. هر دو با هم این اشتباه را کردن، هر دو با هم وارد بهشت شدن، هر دو با هم از این درخت خوردن، هر دو هم با هم الله میگه از بهشت را بیرون کرد. شیطان هم که آمد میگه فازلهما، نمیگه تنها آدمه، هر دویش میگه لغزاند. وقتی هم که توبه کردن چی میگه؟ ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا، هر دو گفتن پروردگار ما در حق خود ما ظلم کردیم، اگر تو ما رو نبخشی. یعنی از اول تا آخر با هم بودن، هر دو نقش داشتن. کی میگه که می آدم علیه